لیست 7 تا از پرفروش‌ترین خودروهای چینی در ایران. قسمت اول، شماره 7 X22 پرو اتومات. این خودرو از نظر مشخصات فنی با حداکثر قدرت 102 اسب بخار و حداکثر گشت‌آور 150 نیوتن در مقایسه با 6 خودرو دیگر عملکرد ضعیف‌تری داره. البته طراحی ایدئال و مدرن در کنار امکانات رفاهی مناسب باعث شده تا X22 پرو مورد توجه خوبی قرار بگیره. قیمت این خودرو در بازار ایران چیزی در حدود 1 میلیارد تومانه. شماره 6 هایما S5. این خودرو با حداکثر قدرت 161 اسب بخار و گشت‌آور 223 نیوتن عملکرد بهتری نسبت به X22 داره. با اینکه این خودرو از شتاب خیلی خوبی برخوردار نیست، اما ویژگی‌هایی داره مثل بدنه ایمن و مدرن، امکانات رفاهی قابل قبول و همچنین سیستم تعلیق مناسب. این خودرو در بازار ایران چیزی در حدود 1.5 میلیارد قیمت داره.